چند سال پیش جوانترین دایی من از طبقه 12 بیمارستان آتیه تهران بر اثر یه اتفاق سقوط کرد و جا به جا مرد. بعد از اون به این فکر کردم که هیچ کس نمیتونه فردا رو تضمین کنه، چه برسه به دورتر از فردا. تصمیم گرفتم زندگیم که همش کار کردن بود و یه ذره خلوت کنم، کارم عوض کنم و رفتم کیش که هم کار کنم هم زندگی. یه مدت کیش بودم، برگشتم اومدم تهران و تهران هم همین مدل زندگی ادامه پیدا کرد. سفر میرفتم و فیلم برداری میکردم و صفحه اینستاگراممو رو تبدیل کردم به یه صفحه باز که سبک زندگیمو به اشتراک بذارم. آدما کم کم فالو میکردن و دنبال کننده پیدا میکردم. سفرام مختلف شد، طبیعتگردی، ایرانگردی، جهانگردی، و دیدم که برای اینکه جای بهتر برم باید ماشینم عوض کنم. ماشینم عوض کردم، شروع کردم جاهای بهتر و فیلمبرداری‌های بهتر. تو همون روزا زلزله کرمانشاه پیش اومد. تصمیم گرفتیم با دوستام بریم برای کرمانشاه. رفتیم برای کمک. توی اون اینستاگرام هم یه کمی کمک جمع کردم و چند روزی کرمانشاه بودیم. از کرمانشاه که برگشتیم با برادرم در مورد مشکلات مدیریت بحرانی که توی کرمانشاه بود صحبت می‌کردیم که چجوری کمک‌ها به سختی به دست زلزله زده‌ها می‌رسید و بعضی وقتا هم نمی‌رسید. تو اون موقع بود که برادرم بهم پیشنهاد داد برم یه جای جنوب کرمان. یکی از شاگرداشو بهم معرفی کرد که بچه همون منطقه بود. با اون پسره یه کمی صحبت کردم در مورد اینکه چجوری اونجا. یه سری اطلاعات از اونجا من داد که خیلی غیر قابل باور بود. آدمایی که مثل انسان‌های اولیه زندگی میکنن، فقط نون میخورن، شناسنامه ندارن، برق ندارن، آب ندارن. منم مثل شما باور نمی‌کردم، چون اصلا تصوری از این سطح از فقر نداشتم. به خاطر اینکه به برادرم اطمینان داشتم و برادرم هم به اون اطمینان داشت، تصمیم گرفتم برم. ولی این سری با برنامه‌ریزی یه حساب مجزا باز کردم، یه مقدار در مورد اونجا تحقیق کردم و حتی یه دست لباس بلوچی هم خریدم که وقتی میرم اونجا شبیه اونا باشم. و با کمک دوستام هشتگ جازموریان تنها نیست رو درست کردم. شروع کردم به کمک هایی که مردم برام میفرستادن جمع کردن این کمک ها و از عکس‌ها و مطالبی که اون شاگرد برادرم بهم میداد تو اینستاگرام میذاشتم و کمک جمع میکردم. ولی به خاطر اینکه اطمینان مردم رو جلب کنم، همون روز هر پولی جمع میشد خرید میکردم. کار عاقلانه‌ای هم نبود، به خاطر اینکه این همه بار رو باید تا اونجا میبردم و اگر اونجا هم خرید میکردم کمک میکردم به اقتصاد اونجا. کار بهتری بود اون، ولی خب به خاطر جلب اعتماد مردم سختیشو پذیرفته بودم. شروع کردیم خرید کردن، بار زدیم و همراه یکی از دوستای بلوچ هم از تهران راه افتادیم. 1500 کیلومتر راه بود تا ما برسیم به اونجا. شبونه رسیدیم به روستایی که قرار بود توش اسکان داشته باشیم. شب رسیدیم، خوابیدیم و فردا شروع کردیم بسته‌بندی وسایلی که برده بودیم و راه افتادیم به سمت آخرین روستا. 70 کیلومتر مسیری بود که سمت چپ من تالاب خوش‌شده جازموریان بود. به سمت آخرین روستا حرکت می‌کردیم. لحظه به لحظه فقر بیشتر و بیشتر به چشم می اومد، چون ما شبش تو این مسیر اومده بودیم ولی چون تاریک بود خیلی سال ندیده بودیم. رسیدیم به آخرین روستا. از آخرین روستا 50 کیلومتر باید مسیر رمل و ریگ و آفرود رو میرفتیم تا برسیم به اونجایی که هدفمون بود. راه افتادیم، گرگومیش شب شده بود، پروژکتورهای ماشین منم روشن بود. یه تپه رملی بلند و به سختی رفتیم بالا. وقتی بالای تپه رسیدیم نور پروژکتورهای گودرفتگی رو روشن کرد که 4 تا کپرون تو بود، فقط 4 تا کپر. از رم که داشتیم پایین میرفتیم کپرنشین از کپراشون بیرون اومدن و از صدای ماشین و نور ماشین فرار کردن. به این راهنمایی که با هم بود گفتم چرا اینا فرار میکنن؟ گفت به خاطر اینکه تا حالا اینقدر ماشین ندیدن. نزدیک شدیم، رسیدیم به کپرا و صدا زدیم. کپرنشینا جمع شدن. منم یکم بلوچی بلد بودم از قبل. باشون صحبت کردیم، بسته‌ها رو تقسیم کردیم و بچهای زیادی هم اونجا بودن. من دیدم چیزی برای بچه‌ها همراهم ندارم، به خاطر همین رفتم تو ماشین چند تا پرتقالی که از سفر همراهم بود آوردم و با چاقو خوردش کردم که به تعداد بیشتری از بچه‌ها برسه. پرتقال رو به بچه‌ها دادم و دیدم یکی از بچه‌ها رو زمین نشسته. یه دختری بود
که خودش روی خاک کشیده بود و ردش روی خاک معلوم بود. سمتش رفتم، زانو زدم و بهش پرتقالشو دادم، اسمشو ازش پرسیدم، اسمشو بهم نگفت. یه کمی باهاش صحبت کردم، دوباره از اسمش پرسیدم، بهم گفتش اسمش سامی است. پرتقالو که بهش داده بودم داشتم چشاشو نگاه می‌کردم، حواسم نبود، یه لحظه متوجه شدم پرتقاله رو داره با پوست می‌خوره. تعجب کردم، برگشتم دیدم همه اونایی که پشت سرم هستن بچهای دیگه هم دارن با پوست می‌خورن. از اون راهنمایی که با من بود پرسیدم، گفتم چرا اینا دارن با پوست می‌خورن؟ گفت به خاطر اینکه اینا تا حالا به غیر از نون و چای بعضی وقتا هم شیر شتر چیز دیگه نداشتن بخورن. در صورتی که اونجایی که ما بودیم با جیرفت که قطب پرتقال جنوب کشور تقریبا 300 کیلومتر فاصله داشت و خودشون هم تا سالهای قبل من خبر داشتم که اونجا مرکبات میکارن و لیمو میکارن، حالا خوشسالی از بین برده و این آدما تو اون شرایط تا حالا پرتقال نخورده بودن. کاری میشد کرد، ناراحت شدم، ولی خب تازه فهمیده بودم اون فقری که اون شاگرد برادرم در موردش صحبت میکرد چی میتونه باشه. رفتیم تو کپر، برامون چایی و نون آوردن، همون چای نونی که همه داراییشون بود برامون برای پذیرایی آوردن. شروع کردیم خوردن و صحبت کردن. فهمیدم که هیچ کدومشون سناشون هم نمیدونن، چون سال و ماه و روز و شنبه یک شنبه دو شنبه هم نمیدونن، ساعت هم نمیدونن چنده، با خورشید بیدار میشن با خورشید میخوابن. یه کمی که صحبت کردیم فهمیدم شناسنامه هم ندارن. دیگه کاری نمیشد کرد، نمیخواستم بفهمن که من خیلی ناراحتم و بغضم رو ببینن. از کپر بیرون اومدم، دیدم سامی هنوز دم در نشستم با سامی کمی بازی کردن و صحبت کردن. دست و پاشو چک کردم ببینم چرا معلوله و نمیتونه راه بره. متوجه شدم این از بچگی دچار چندین شکستگی تو تمام استخوناش شده، به خاطر نرمی استخوان هر سری بغلش هم میکردن میشکسته یه جایش، که این نرمی استخوان همراه سوء تغذیه بوده. سعی کردم دور بشم، از کپر فاصله گرفتم، همینجوری که نور آتیش کم میشد تاریک میشد. رفتم تو تاریکی، یه ذره فکر کردم چیکار میتونم بکنم چون نیاز بود یه کاری بکنم و من ابزاری نداشتم و توانایی خاصی نداشتم، ولی تنها چیزی که داشتم اینستاگرامم بود و موبایلم. تصمیم گرفتم یه کاری بکنم که این آدما دیده بشن، چون به نظرم بزرگترین مشکل اونا دیده نشدن و فراموش شدن بود. برگشتیم به سمت روستا و اولین اینترنتی که رسیدم شروع کردم این سری، نه از چشم شاگرد برادرم و عکسای اون، از چشم خودم هر چیزی رو که میدیدم به اشتراک میذاشتم و همون جوری که آدما سفر رفتنم رو دنبال میکردن، حالا دیگه داشتن زندگی این آدما، محرومیت این آدما رو دنبال میکردن. ولی خب قرار نبود فقط معرفی و دنبال کردن و نشون دادن باشه، باید یه کاری هم میکردم. تصمیم گرفتم این چند تا کپر رو انتقال بدم به روستا. شروع کردم با بزرگای روستا صحبت کردم، خیلی مقاومت میکردن. با بزرگای طایفه صحبت کردم، بالاخره بعد از 2-3 ماه قانع شدن که زن و بچه هاشون رو با قول مسکن و یه زندگی بهتر و امکانات بیشتر بیاریم به روستا. این اتفاق افتاد، انتقالشون دادیم به روستا و تو این روزا میدونستم که مهمترین چیزی که این آدما ندارن شناسنامه است، چون آدمی که شناسنامه نداره هویت نداره. از کمترین حقوق شهروندی هم که توی اونجا گیرش میادم بی بهره است، مثل آموزش و بهداشت. گرفتن شناسنامه کار خیلی سختیه، پروسه اداری خیلی سختی داره، ولی سخت‌ترش این بود که این بچه‌ها شناسنامه‌شون وابسته به شناسنامه پدراشون بود، پدرایی که خودشون هم شناسنامه نداشتن، که به هر علتی شناسنامه‌شون از بین رفته بود، یا مفقود شده بود یا سوخته بود یا آب خورده بود، چون کپر جای امنی برای نگه داشتن شناسنامه نیست. با یه پارچ آب خیس میشه، با یه کبریت میسوزه. و این آدم هم اهمیت نگهداری شناسنامه رو نمیدونستن. کار شناسنامه گرفتن شروع شد. تو اون روزا باید برای درمانشون هم یه کاری میکردم. سامی و لیلا و گلک آوردم به نزدیکترین بیمارستان که توی کهنوج بود. تو بیمارستان خانواده سامی که عدد نمیدونستن به هم گفتن که سامی از روزی که خدا رحم به دنیا آمده نخوابیده، یعنی تقریبا 1.5 سال که از درد پا نخوابیده، چون خدا رحم 1.5 سال بود. سامیه 13 برابر یه انسان معمولی عفونت تو بدنش بود. تو بیمارستان فهمیدیم که گلک که حامله است و نمیدونه چند ماه حامله است، بچه 7مش و 7 ماه حامله است.
و لیلا که بچه دار نمیشه از روزی که باباش مرده، یعنی تقریبا 6 سال پیش، تو 23 سالگی یائسه شده. تو استوریای بیمارستان بود که خانم دکتری بهم پیام داد که میتونه برای درمان سامیه به ما کمک کنه. یعنی سامیه‌ای که تا حالا بنزه انگشتای دست آدم غریبه ندیده بود و باید میبردیم تهران. سامیه رو سوار ماشین کردم، آوردم بندر، سوار هواپیما کردم بدون شناسنامه، آوردیمش تهران. با هماهنگی که خانم دکتر تو تهران کرده بود، سامیه رو توی بیمارستان امام حسین بستری کردیم. سامیه توی برگه بستریش به جای اسمش نوشتم بی‌هویت. برای درمان سامیه باید عمل انجام میشد. برای رضایت عمل سامیه احتیاج به پدرش بود. پدر سامیه هم شناسنامه نداشت. پدر سامیه هم بدون شناسنامه سوار هواپیما کردیم، آوردیم تهران با یه برگه دهیاری و دکترها لطف کردن که پذیرفتن رضایتش و عملای سامیه شروع شد. ولی تو همه این روزها مهمترین کاری که من باید میکردم هر روز معرفی این آدما بود. به خاطر همین به بازیگرها، هنرمندها، سلبریتی‌ها، ورزشکارها دایرکت میزدم و سعی میکردم نظرشون جلب کنم. این کار رو بیشتر شبا انجام میدادم، 12 شب به همه اون کسایی که تو لیستم بود دایرکت میزدم و تا صبح ساعت میذاشتم که هر 1 ساعت یه بار بیدار بشم. و بعد از اینکه بیدار شدم آخرین دایرکت رو پاک میکردم، دوباره دایرکت میزدم، چون میدونستم اونا سرشون شلوغه و باید این کار تکرار بکنم. تا صبح چند بار این کار انجام میدادم تا دایرکتم دیده بشه و خوشبختانه توی این روزا شروع شد به دیده شدن. بازیگرها و هنرمندای زیادی تا الان از ما حمایت کردن. تقریبا 150-60 تا بازیگر و هنرمند شناخته شده مثل کیوان کلهر، مثل علی کریمی، مثل هدیه تهرانی و کسای دیگه از ما حمایت کردن و باعث شدن این آدما دیده بشن. مهمتر از همه تو اون روزایی که بابای سامیه رو آورده بودیم تهران، فهمیدم که اعتیاد یکی از مشکلات مهم منطقه است. به خاطر همین هشتگ که میسازیم، هشتگ ترک اعتیاد شروع شد. هشتگ ترک اعتیاد رو شروع کردم و کسایی که دوست داشتن زندگی دوباره شروع کنن و اعتیادشون رو ترک کنن و به نزدیکترین کمپ ترک اعتیاد توی قلعه گنج انتقال میدادم. و تو اون تایمی که سامیه بیمارستان بود، علت عفونت سامیه هم فهمیدیم. این بود که بهداشت فردی سامیه رعایت نشده بود. یعنی نداشتن سرویس بهداشتی باعث شده بود که سامیه بدنش عفونت کنه. چون اون روزایی که بیمارستان برده بودمشون روزای اول، فهمیدم که سامیه اینا تا حالا دستشویی نرفتن و بلد نیستن از دستشویی استفاده کنن، چون نمیدونستن کجا باید بشینن و چجوری از شیر آب استفاده کنن. هشتگ میسازیم برای پاکی شروع کردیم به دستشویی ساختن توی روستاها و از مردم کمک جمع کردن برای این دستشویی‌ها. من و جازموریان تنها نیست، تقریباً 22 ماهه که در کنار مردم حاشیه طالب جازموریانیم. توی این 22 ماه 2 سال تولد من اونجا بوده. دو تا عید نوروز رو جشن گرفتیم، بهشون عیدی دادیم و بچه‌ای که تا حالا دریا نرفته بودن رو دریا بردیم و 2 تا مدرسه ساختیم، 1 کتابخونه ساختیم، 3 تا مدرسه دیگه داریم میسازیم. پارسال اول مهر 2700 تا کیف و لوازم تحریر توزیع کردیم. الان هم داریم جمع آوری میکنیم برای توزیع و یه پلتفرم فروش و تولید محصولات اون منطقه رو درست کردیم که اسمش جاز کالاست که به اشتغال زایی قرار کمک کنه. یه تریلر خریدیم تازگی‌ها، داریم تجهیزش میکنیم به یونیت دندون پزشکی که توی روستاها بتونه سرویس بده به تمام روستایی‌ها برای دندون پزشکی اونا و 80 تا دستشویی ساختیم. پول 220 تا دیگه تا الان جمع شده.
35 نفر برای ترک اعتیاد بردیم و 25 تا شناسنامه گرفتم که 8 تا دیگه هم داره جور میشه و الان دیگه سامیه میتونه بخوابه. سامیه الان دیگه میتونه بخوابه چون 7 بار پاهاش عمل شده، پاهاش صاف شده، بدنش عفونت نداره. بعد از سامیه 60 تا مریض دیگه ما تهران بردیم. 35 تا هم به شهرهای اطراف انتقال دادیم که همشون زیر نظر بهترین دکترها بدون هیچ هزینه عمل شدن و درمان شدن. ولی این وسط یه حسرت میمونه که ای کاش من زودتر اونجا رفته بودم و بچه‌های مریض رو زودتر پیدا می‌کردم که میشد براشون کاری کرد که مثل سامیه و فریده و صدیقه مجبور نباشن تا آخر عمرشون رو ویلچر بگذرونن، یا مثل زینب و زهرا به مرگ محکوم نشن، یا مثل صغرا کپرشون آتیش نگیره که تو کپر نسوزه و نمیره. این عدد شاید نسبت به مدت زمان این 22 ماه عددهای خوبی باشه، ولی واقعا نیازهای اونجا خیلی بیشتر از این صحبت هاست و تأمین کردن نیازها احتیاج به کمک مردم داره همچنان. من روزای اول 20 روز طول کشید 15 میلیون جمع کنم، ولی الان وقتی برای ساختن خونه مادر بزرگ از مردم کمک خواستم توی 2 ساعت پول 3 تا خونه جمع شد، یعنی نزدیک 150 میلیون تومان. یعنی من موفق شدم اون اعتمادی که دنبالش بودم رو جلب کنم و این روزای اول خیلی روزای سختی بود. این جلب اعتماد کردن کار سختی بود، ولی حالا که این اعتماد جلب شده دیگه کمک‌های مردم از من پیشی گرفته. حالا که برای جاز نوریان تنها نیست جواب داد، اگه شما بخواین برای همه جا جواب میده و برای همه چی جواب میده. یعنی یه روزی زاینده رود تنها نیست، یه روزی ایران تنها نیست، یا یه روزی خلیج فارس تنها نیست و اینجوری رد پای شما توی دنیا میمونه. چون به نظر من آدم باید رد پاش تو دنیا بمونه، چون آدمی که رد پا نداره انگار پا نداره. تشکر.